بسم الله الرحمن الرحیم. روایت است که یکی از جمله دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین بود: الها، پروردگارا، من به سوی تو پناه می طلبم از همسایه بد و از همسری که قبل از به پیری رسیدن مرا پیر کند و از فرزندی که بالای من سردار باشد و از مالی که سبب آوردن عذاب بر بالایم گردد و از دوست فریبگری که چشمانش مرا می بیند و دلش در پی یافتن خطاهایم است. اگر نیکی ای را در من ببیند آن را پنهان کند و اگر بدی ای را بیند آن را پهن کند. به سوی تو پناه می طلبم. روایت امام طبرانی.